مراسم عقد قرارداد مجید مرتضایی سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال افغانستان انجام شد. در نشست خبری که امروز چهارشنبه 17 دلو با حضور مسئولان فدراسیون فوتبال کشور و کمیته فوتسال در کابل برگزار شده بود، آقای مرتضایی قرارداد خود را من حیث سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان تمدید کرد و برای 1 سال دیگر هدایت ملی پوشان فوتسال کشور را عهده‌دار شد. ما تونستیم بزرگترین دستاورد دیگر آخرین استیج جهانی است در فوتسال ما در او اشتراک کرد و درخشش خوب در سطح جهانی هم داشت که دور اول صعود کرد برای دور دوم مسابقات جام جهانی. ملی پوشان فوتسال کشور با هدایت آقای مجید مرتضایی برای بار نخست توانستند بر رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا و جام جهانی فوتسال راه پیدا کنند و 70 پله در درجه بندی فیفا ارتقا کنند. تونستیم در درجه بندی جهانی 70 پله صعود کنیم و در حال حاضر رده ششم آسیا رو داشته باشیم. هیچ کس فکر نمی‌کرد که اتفاق بیفته و این هیچ چیزی جز یه تلاش تیمی و گروهی هم از فدراسیون فوتبال افغانستان، کمیته فوتسال و اداره ورزش تربیت بدنی افغانستان و همچنین بازیکنان و مدیریت تیم ملی افغانستان. در همین حال مسئولان در فدراسیون فوتبال کشور از عملکرد مرتضایی ابراز خرسندی کرده و نتایج کسب شده توسط این سرمربی ایرانی را قناعت بخش عنوان می کنند. فوتسال ما همون پتانسیل ظرفیت را که در افغانستان داشته، برنامه‌ای را که کمیته فوتسال در 2 روز جلسات ما که ارائه کردن، یک برنامه بسیار مفید برای پیشرفت فوتسال افغانستان است. در سوی دیگر آقای مرتضایی از تغییرات عمده در ترکیب تیم ملی فوتسال کشور افزوده و از آمادگی‌های شاگردانش برای حضور در رقابت‌های آینده صحبت می‌کند. تغییرات همیشه در تیم ملی هست. اون ترکیبی که در جام ملت‌های آسیا رفت با جام جهانی فرق می‌کرد، اون ترکیبی که در مقدماتی جام ملت‌ها بود با مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا فرق می‌کرد و اتفاقاً این صحبت‌ها انجام شد تو این 2-3 روز. قطعاً ما نگاه ویژه‌ای به داخل افغانستان خواهیم داشت. بر بنیاد گزارش‌های سرمربی تیم ملی فوتسال کشور، در حال حاضر نزدیک به 15 بازیکن شاغل تیم ملی فوتسال افغانستان در لیگ برتر فوتسال ایران حضور دارند و قرار است در سال جدید هجری شمسی بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان در لیگ‌های معتبر اروپایی خریداری شوند.